هر دو در نهایت میمیرند. نام نویسنده آدام سیلورا، چاپ و انتشارات شاه دخت پاییز، مترجم زرین تاج حسین زاده، گویندگان امیر هومن مهدیان، سپهر حسن زاده. بخش اول، پیک مرگ. متیو تورز، 5 سپتامبر 2017 12:22 بامداد. هشدار تماس ددکاست نشان دهنده عمر شماست. امروز خواهم مرد. لطفاً فراموش کنید که هشدار واژه‌ای سنگین و قوی است، زیرا هشدار نشان دهنده مواردی هستند که می توان از آنها اجتناب کرد، مانند بوق زدن اتومبیل برای فردی که در حال عبور از خیابان است اما چراغ عبور عابر پیاده هنوز سبز نشده است. این هشدار به او فرصت می دهد تا فوراً گامی به عقب بردارد. این گونه موارد را باید جدی‌تر از هشدار اولیه تلقی کنید. هشدار یعنی یک ناقوس کاملا تفکیک شده، مشخص و بی‌پایان، مانند ناقوس کلیسا که صدایش در یک محله و از تلفن من در طرف دیگر اتاق شنیده می شود. من در حال حاضر عصبانی هستم. صدها فکر در کمترین زمان فضای اطرافم را میبرند. شرط میبندم این هرج و مرج همان حالتی است که یک چترباز در حین اولین پرش از هواپیما و سقوط آزاد احساس یا یک پیانیست در اولین کنسرت خود تجربه میکند. احتمالاً هرگز در این خصوص مطمئن نخواهم شد. دیوانه کننده است. تا 1 دقیقه قبل مشغول خواندن مطالب وبلاگ دیروز از وبسایت کاونت دانرز بودم. در آنجا دیکرها آخرین اطلاعات خود را به صورت اخبار یا عکس یا حتی فیلم های زنده شرح می دهند. در این مورد خاص یک دانشجوی دانشگاه سعی داشت خانه ای را برای سگ شکاری طلایی خود بیابد و اکنون میخواهم بمیرم. میخواهم؟ نه. بله. قفسه سینم منقبض میشد. امروز قرار است بمیرم. همیشه از مردن میترسیدم. نمیدانم که چرا فکر میکردم این ترس قادر است این رویداد شوم را به تعویق بندازد. البته واضح است که نه برای همیشه، اما دست کم به اندازه‌ای که من بزرگ شوم. حتی پدرم همین مفهوم را در ذهنم فرو برد که باید وانمود کنم شخصیت اصلی داستان من هستم. بنابراین هیچ رویداد بدی به ویژه مرگ را تجربه نخواهم کرد، زیرا قهرمان باید همیشه در دسترس باشد تا هر روز سایرین را نجات دهد. صداهای داخل مغزم آرام می شود و یک منادی به صورت وبسایت ددکاست در آن سوی خط تماس تلفنی منتظر است تا به من بگوید که قرار است همین روز در 18 سالگی بمیرم. وای، آیا من واقعا نمیخواهم گوشی را بردارم. ترجیح میدهم دوان وارد اتاق خواب پدرم شوم، سرم را بر روی بالش او فشار دهم و شروع به فحاشی کنم، زیرا او زمان نامناسبی برای بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه انتخاب کرده، یا شاید بهتر است با مشت به یه دیوار بکوبم، زیرا مادرم هنگام زایمان من مرد و به همین دلیل مرا برای مرگ زود هنگام علامت گذاری کرد. تلفن برای 30مین بار زنگ میزند. قادر به اجتناب از پاسخگویی نیستم، همانطور که قادر به اجتناب از رویدادی نیستم که قرار است همین امروز رخ دهد. همانطور که چهارزانو نشستم، لپتاپم را از روی پایم برمی‌دارم و کنار می‌گذارم. بالاخره از روی تخت خوابم بلند می‌شوم. ناگهان به یک سمت متمایل شدم و به شدت احساس ضعف کردم. مثل یک زامبی به سمت میز حرکت می‌کنم و کند و آهسته
راه میرم، همانطور که مردگان متحرک راه میرم. خب البته شناسه تماس گیرنده ددکست است. به شدت میلرزم. بالاخره دکمه صحبت را فشار میدهم. من حرف نمیزنم چون مطمئن نیستم که چه بگویم. فقط نفس میکشم، زیرا تعداد نفسهای باقی مانده من کمتر از 28,000 نفس است. یعنی میانگین تعداد نفسهایی که یک فرد غیر مرده در روز میکشد و سعی دارم تا میتوانم از آنها استفاده کنم. سلام، من از وبسایت ددکست تماس میگیرم. من اندریا هستم. شما تیموتی هستین؟ نام من تیموتی نیست. به آندریا میگویم شماره را اشتباه گرفت. اگرچه دلم برای آن شخص که تیموتی نام دارد به شدت سوخت، اما قلبم آرام میگیرد. حقیقت را میگویم، نام من متیو است. نام مرا از روی نام پدرم انتخاب کردند و قرار بود آن را بر روی پسرم بگذارم. حالا فقط در صورتی میتوانم این کار را انجام دهم که بتوانم بچه دار شوم. صدای ضربه زدن بر روی کلیدهای کامپیوتر از آن سوی خط شنیده میشد. احتمالا مشغول تصحیح داده‌های تماس است یا شاید مورد دیگری را در پایگاه داده‌هایش بررسی می‌کند. اوه، معذرت میخوام. تیموتی همان آقایی بود که قبل باهاش تماس گرفتم. برخورد اون هنگام شنیدن این خبر اصلا خوب نبود. تفلک بیچاره. شما آقای متیو تورس هستین؟ درسته؟ به همین سادگی آخرین امیدم از دست رفت. متیو، لطفاً تایید کنید که شما متیو هستید. میترسم امشب ناچار شوم تماس‌های بیشتری بگیرم. همیشه تصور میکردم منادی من نام رسمی آنها، نه نام من، واقعا دلسوزانه به نظر برسد. و اما در پذیرش این خبر یاری دهد. با هم همدردی میکردند که این وضعیت واقعا غم‌انگیز است. چون من هنوز کم سن و سال هستم، صادقانه بگویم انتظار داشتم به نوع دیگری با من برخورد شود. برای مثال به من بگوید که چگونه باید از امروز لذت ببرم یا چگونه میتوان بهترین استفاده را از زمان باقی مانده بود، چون خودم میدانم که قرار است چه اتفاقی بیفته. بدین ترتیب هرگز در خانه نمیشینم تا یک پازل 1000 تکه را درست کنم، چون میدانم در این مدت کم امکان ندارد آن را تکمیل کنم. در ضمن با این فکر که از داشتن رابطه جنسی با شخصی واقعی وحشت دارم، اقدام به خود ارضایی نخواهم. اما در برخورد این منادی احساس کردم نباید وقتش را هدر دهم، زیرا برخلاف من او وقت زیادی دارد که باید از آنها استفاده کنم. بسیار خوب، من متیو هستم. متیو، متاسفم که باید به شما اطلاع بدم طی 24 ساعت آینده با یک مرگ نابهنگام روبرو خواهید شد. هیچ کاری نمیتوانید برای به تعلیق در آوردن این مسئله انجام بدهید و شما هنوز فرصتی برای زندگی دارید. منادی ادامه میدهد که زندگی همیشه منصفانه نیست. سپس برخی از رویدادهایی را ذکر می کند که می توانم همین امروز در آنها شرکت کنم. نباید از او عصبانی باشم، اما واضح است که او حوصله ندارد. همه جملاتی را که تا کنون صدها یا شاید هزاران بار برای افراد دیگر خوانده است تا مرگ زود هنگام آنها را شرح دهد، مرتبا تکرار کند. او نسبت به من دلسوزی نمی کند. شاید هنگام صحبت با من در حال سوهان ناخن‌هایش یا حتی با خودش دوزبازی می کند. دکرها در وبسایت کاونتداونرز توضیحات کامل درباره تماس تلفنی تا نحوه سپری کردن آخرین روز عمر را ذکر کرده بود.
هکرها در توییتر این گونه عمل بازخوردهای زیادی را خواندم که هکرها در آنها شرح می‌دهند چگونه باید پرسش‌های مناسب را درباره مرگ خود از مرادیان مطرح کنید. اما اینها فقط دانش اولیه هستند. برای هر کس موارد خاصی وجود دارد که هرگز عنوان نخواهد شد. برای مثال رئیس جمهور اسپق رینولدز که سعی داشت از مرگ بگریزد و در یک پناهگاه زیرزمینی مخفی شد، اما توسط یکی از محافظان امنیتی خودش ترور کرد. وبسایت هدکست فقط میتواند تاریخ مرگ یک نفر را ذکر کند، اما قادر نیست این زمان را به صورت دقیق یا چگونگی حقوق آن شرح دهد.